سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز چهارشنبه دهم سپتامبر همراه شما. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز با سفر رسمی وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد. او را در فرودگاه شهر دوشنبه نخست وزیر قاهر رسولزاده پیشواز گرفت. حسن روحانی بعداً با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ملاقات کرد و در حضور دو طرف یک اعلامیه و 8 سند همکاری از جمله سند همکاری در عرصه‌های امنیتی میان تاجیکستان و ایران امضا شد. ما در اینجا اعلام می‌کنیم که ثبات و امنیت تاجیکستان ثبات و امنیت جمهوری اسلامی ایران و در زمینه مسائل امنیتی و مسائل دفاعی جمهوری اسلامی ایران آماده کمک و آماده اجرای تفاهمات دو کشور در این زمینه هستند. حجم عمومی گردش مال میان تاجیکستان و ایران 5 مراتب زیاد شده. تنها در ظرف 5-7 سال اخیر سرمایه‌گذاری‌های مستقیم ایرانی و اقتصاد تاجیکستان با مراتب افزودند. دو رهبر همچنین چرخه دوم نیروگاه سنگتوده دو را به کار انداختند که این نیروگاه با سرمایه ایران در تاجیکستان بنیاد می شود. ایران از سرمایه‌گذاران مهم تاجیکستان به حساب می رود و تاکنون بنا به گزارش‌ها به اقتصاد کشور 400 میلیون دلار سرمایه گذاشته است. حسن روحانی بعدی رسیدن به قدرت در یک سال پیش بار اول است که به تاجیکستان سفر می کند. جنجال برای تقسیم بازار اینام که یک طرف دعواگر در آن خویش رئیس جمهوری تاجیکستان است اوج می‌گیرد. قاسم قاسموف وکیل دفاعی یکی از دعواگران این بازار ناحیه شهر توس روز 10 آگوست بر رادیو آزادی گفت که ضمن تقسیم بازار دعواگر طرف مقابل به اجرای حکم دادگاه مقاومت کرده است که غیر قانونی است و باید برای این کارش جواب بگوید. سود اجرایی چیم اودینه خیرالله در اونجا اشتراک داشتن و غیر از این هیئت کمیسیون از حکومت من در اینجا گزارششون هست در اینجا سند تقدید دادگیش هست که مونیگی کرد. در اساس مونیگی اونها نتوانستن که صاحبکار 50% مالکیت خودش را دستی و صاحبی کند. روز 5 سپتامبر مقامات ناحیه شهر توس و اجرا کنندگان امر دادگاه به بازار اینام آمده خواستند آن را بین برهان عبداللهیف و خالنظر داستیف تقسیم کنند، اما به مقاومت خانواده عبداللهیف ها دچار شدند و بین آنها جنجال سر زد. عائله عبداللهیف ها میگوید این بازار را محب الله سعداللهیف برادر رئیس آریان بانک حسن اسدالله زاده برادرزن امام علی رحمان میخواهد از خود کند. محب الله سعداللهیف شریک تجارتی خالنظر داستیف است و هر دوی آنها میگویند که دادگاه بر اساس قانون بازار را بین آنها برابر تقسیم کرده است. مقامات ناحیه فرخار به جوانان در مرکز ناحیه هشدار دادند که مهر و محبت خود را به دوست داشته هایشان نه با کندن پوست درختان باغ فرهنگی ناحیه بلکه با شیوه های دیگر بیان کنند. وقتهای اخیر تعدادی از جوانان عاشق فرخاری حرف اول نام خود و دختر دوست داشتهشان را در درختان حکاکی کردند و سبب خشکیدن چندی از درختان سرسبزی باغ شدند. اداره حفظ طبیعت فرخار گفته است این گونه بیان احساس محبت بر زیان محیط زیست و زیبایی مرکزی ناحیه است. در تاجیکستان برای این گونه عمل‌ها یعنی آسیب رساندن به محیط زیست و یا خرابکاری جزا از جمله جریمه پیش بینی شده است. و اخبار و ویدیو و گزارش‌های بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.